سرگذشت کشور، رمانی بر اساس یک داستان واقعی، به قلم زیبا حیدری. قسمت دوم. علی آقا دوستم دارد یا نه؟ نکند نگاهایش بی‌معنی باشد. نکند اصلاً با همه همینطور رفتار کند. نکند جعبه سیب‌ها را از روی ادب گرفته باشد. آخر یک بار که جعبه بزرگ سیب‌ها را بلند کردم، فوراً خودش را رساند و گفت: شما چرا؟ بدید به من، سنگینه. من از خجالت سرخ شدم. لبخند زدم. وقتی جعبه را گرفت، نوک انگشتانش به دستم خورد. باید لب گاز می گرفتم در خلوت خودم. باید از اینکه دستم به دست نامحرم خورده خودم را شماتت می کردم. اما هر بار که یادش می افتادم دلم می خواست جای انگشتانش را ببوسم. نه، توهم و خیال نیست. او به هر بهانه‌ای با من هم کلام می شود و نگاهم می کند. مطمئنم که او هم خاطرم را می خواهد. وای که دارم دیوانه می شوم. هر بار که فکر می کنم دوستم دارد گر می گیرم و هر بار که فکر می کنم دوستم ندارد یخ می زنم. برای اینکه دلم آرام بگیرد همه جور بهانه‌ای را جور می کنم. مثلا وقتی علی آقا از جلوی کوچه ما رد می شود هم به فال نیک می گیرم. فکر می کنم که به خاطر من رد شده. با اینکه خانه ما در یکی از کوچه های شاهراه روستا قرار گرفته و چاره‌ای جز عبور از آنجا نیست. اما خب بالاخره علی آقا طبیب است و نیازی ندارد که از مقابل خانه ما رد شود و خودش را به زمین پدرش برساند. اصلاً او را چه به کار کشاورزی؟ حتما قصدی دارد. حتما رد می شود و از در نیمه باز خانه ما داخل را نگاه می کند و پی من می گردد. فصل برداشت گندم رسید. اسماعیل خان دست تنها بود. خلیل خان برادر و شریک اسماعیل خان ناخوش احوال بود و در این هاگیر واگیر هم گاو و گوسفندانش مریض شده بودند. بزمرگی به جان گوسفندانش افتاده بود. هر روز 2-3 تا از گوسفندانش تلف می شدن. دکتر آورده بودن از شهر. می گفت باید هر گوسفند را سوزن بزنند بلکه مریضیش پر بکشد. خلیل خان خیلی وقت بود سر زمین نمی آمد. گاو اسماعیل خان آنقدرها رمق نداشت که گندم را خوب درو کند. برعکس گاو خلیل خان. لاکردار زور 10 گاو را داشت و گندم را طوری درو می کرد که برای خوشه‌چین ها چیزی نمی ماند. صدای پای اسب را باد آورد و از میان گندم ها به گوشم رساند. سر بالا کردم و دیدم از دور سواره‌ای روی اسب قهوه‌ای خوش قواره‌ای نزدیک می شود. از همان دور هم می شد تشخیص داد که علی آقا روی اسب نشسته. علی آقا انگار یک قانون سفت و سخت برای خودش داشت. آن هم این بود که هرگز بدون کت‌شلوار رسمی از خانه بیرون نرود. حتی از یکی از خوشه‌چین‌ها شنیدم که علی آقا یک بار برای کمک به خان سر زمین رفته بود. با همین کت و شلوارش. همانجا لباس کارگری پوشیده و بعد از اتمام کار دوباره کت شلوارش را تن زده. اسبش را هی کرد. چنان چابک از اسبش پیاده شد که صدای برخورد پاهایش به زمین شنیده نشد. خودم را مشغول کار نشان دادم اما لبخند از لبم نمی افتاد. لبخند است دیگر. مثل گندم نیست که بشود آن را برچید. بی اراده روی صورت می نشیند و هر چقدر هم تلاش کنی کمرنگ نمی شود. پررنگ تر که می شود اما کمرنگ نمی شود. برای همین نباید مقاومت کنی. صدای علی آقا را می شنیدم که می گفت: گاو عمو خلیل مرده. خودشم ناخوشی به سرش زده. تب کرده. مثل اینکه علی آقا آمپولش زده اما باید برای درمانش حتما او را به شهر ببرند. اسماعیل خان ناراحت شد و کار را 1 ساعت زودتر تعطیل کرد. همه رفتند اما من همانجا ماندم و به این فکر کردم که چطور ممکن است یک گاو
در زندگی آدم آنقدر مهم باشد. علی آقا جلو آمد. کلاهش را برداشت. چند ثانیه نگاهم کرد و گفت چرا نرفتی؟ خودم را مشغول باز کردن بقچه کردم و گفتم منتظرم زیر آفتاب این دستمال خشک شه، بعدش هم بقچش کنم. شما چرا اینجا وایسادی؟ علی آقا لبخند زد. اومدم خبر بدم که گاو عمو خلیل مرده. دستمال را محکم تکاندم و روی شاخه پهن کردم. خبر مرگ گاو مگه خنده داره؟ علی آقا با تعجب گفت چی؟ میگم خبر مرگ گاو مگه خنده داره؟ علی آقا این بار عمیق‌تر خندید. لبخندش روی صورت شش تیغ شدهش دیدنی بود. فکر کنم از این به بعد هر وقت خبر مرگ گاو بشنوم بخندم. لبهایم را از داخل طوری گاز گرفتم که دردش خنده‌ام را از سرم بگیرد. دوست نداشتم بفهمد چند ماه است که برای این لحظه رویایی صبر کردم. نمیخواستم بداند که من بارها و بارها با او شبها قبل از خواب حرف زدم. روزها به محض بیدار شدن نامش را گفتم و هر روز موقع آشپزی او را تصور کردم که به خانه آمد و من برایش غذای دلخواهش را پختم. تو چقدر خوشگلی. آنقدر یک دفعه گفت که زبانم بند آمد. آدم دلش میخواد مثل فیلم نگات کنه. صدای قورت دادن آب دهانم آنقدر بلند بود که حتما شنید. شک ندارم که شنید. اگر نمیشنید هم کور که نبود. دید که چطور آب دهانم را قورت دادم. حالت خوب از کشور؟ چرا زبان بنده گرفتی دختر؟ تا حالا سینما رفتی؟ سر تکان دادم. خندید. شانه بالا انداخت. منم تا حالا سینما نرفتم. یه روز با هم بریم؟ سرخ شدم. طوری کلمات را ادا کردم که انگار نه انگار یک جمله کامل میخوام بگویم. مگه میشه من و شما با هم سینما؟ یک قدم نزدیکتر شد. ناخودآگاه اطرافم را نگاه کردم که خدایی نکرده چشم آشنایی به ما نباشد. اگه بشه چی؟ میای؟ چه باید بگویم؟ آخر اگر محرمت نباشم که تا تهران که نمیتوانم بیایم. یه روز با هم میریم سینما باشه؟ بدون آنکه منتظر جوابم باشد کلاهش را روی سرش گذاشت و با لبخند دور شد. روز بعد اسماعیل خان به بابا گفت که دیگر نیازی نیست کشور را برای کار بیاوری. بهانه مزد را گرفت و گفت که کارگر زیاد است. چه خبر شده بود؟ واقعا مزدم را نمیتوانست بدهد یا فهمیده بود که با پسرش دل و قلوه به هم داده ایم؟ اگر فهمیده باشد که کلاه هم پس معرکه است، آن وقت بابا غلام با کتک از خانه بیرونم میکند. نه قبل از بابا غلام مامان گوشتم را به سیخ میکشد و کبابم میکند. دلهره گرفته بودم که نکند همین دیدارمان بنای کشته شدنم باشد. اگر اسماعیل خان چیزی به پدرم بگوید فاتحه هم خوانده است. بچه دار نشدن خاور سر زبانها افتاده بود. همیشه اینطور وقتها زنها مقصرند. حتی اگر طبیب ثابت کند که مرد بچه دار نمی شود. در کت هیچ کسی نمی رود. در آخر هم مردها تصمیم می گیرند زن دیگری بگیرند تا ثابت کنند که مشکل از آنها نیست. حالا هنوز مختار شوهر خاور زن دیگری نگرفته بود. اما همین که بچه دار نشده بود تیری به خانواده ما می زد. اگر مشکل از خاور بود چه؟ نکند من هم همین مشکل را داشته باشم؟ نکند در روستا چو بیفتد که کشور هم نازا خواهد بود؟ نکند علی آقا برود و پشت سرش را نگاه نکند؟ آه چه فکرهایی که به سرت نمیزند دختر. این از خوش اقبالی هم بود که چشمه درست روبروی خانه علی آقا بود.
بابا میگفت که از وسط خانه آنها جوی آبی رد می شود. یعنی همیشه خدا آب دارند و نیازی ندارند برای شستشو تا نهر پشت آبادی بروند. هر روز صبح یکی از کلفت نوکرهایشان در خانه را باز می کند و مرغابی هایی که به عدد نمی شود به راحتی شمرد را کیش می کند و به برکه زیر چشمه می فرستد. چرا نمی دیدمش؟ چرا هر بار که به چشمه می آیم تشنه تر از قبل برمی گردم؟ کوزه آبم را پر کردم و با دلی که اندوه را می فهمید به کوچه باغ خلوتی پا گذاشتم. سنگینی کوزه از سنگینی قلبم بیشتر نبود. کجا بود علی آقا؟ کجا بود؟ چرا دیگه نمیای سر زمین؟ این صدای او بود که اینطور دلم را میلرزاند؟ اما باید حواسم به غرورم باشد. آخر خوب نیست که دختر زود وا بدهد. کوزه به زمین گذاشتم و رو برگرداندم. طوری که مثلا خیلی از پدرش دلگیرم گفتم از من چرا میپرسی؟ از آقات بپرس که نون ما رو سنگ کرده. چشمان عسلی رنگش گرد شد. آقام؟ پشت چشم نازک کردم. خدا کنه که بهونش واقعا مزد باشه. خدا کنه که نفهمیده باشه بین من و شما. ادامهش را نگفتم. خودش باید حدس میزد دیگر. مثلا طبیب روستاست. خنگ نیست. چهره در هم کشید. آخه آقام که مشکل مالی نداره. یعنی به گوشش رسیده که من خاطرتو میخوام؟ عجب آدمی بود. آخر آدم انقدر رک و راست آن هم اینطوری میگوید که خاطر کسی را میخواهد؟ نمیدانستم جوابش را باید بدهم یا باید سرخ شوم و ساکت باشم و بگذارم قلبم همینطور تون تون بتپد. دوباره آب دهانم زیاد شد. دوباره صدای قورت دادن آب دهانم پیچید. دوباره خجالت کشیدم و سر پایین انداختم. من که قصد داشتم به همین زودی یا ننه‌ام بفرستم بیاد دم خونتون. حالا دیگه بهانه‌اش هم جوره. خسته شدم بس که هر روز رفتم سر زمین و تو نبودی. سرم را بالا گرفتم و با لبخند محوی گفتم هر روز سر زمین بودی؟ سر تکان داد. ولی دیگه بهونه‌ام ته کشیدن. آقا میگه چرا از درس و مشقت افتادی؟ میگه قبلا سالی یه بارم به زور از سر زمین رد میشدی ولی الان تو میای هی حال ما رو میپرسی. کاش او اینجا نبود و من میتوانستم راحت لبخند بزنم. نه فقط لبخند. فریاد بزنم از شادی. شبیه مرغابی های لب چشم بال بزنم. فکر نکنی منم خاطرتو میخوام. باید منم فکرامو کنم. فکر نکنی چون تو طبیبی و پولدار من یه دختر سادم از خدامه که با تو ازدواج کنم. نه خیرم علی آقا. برای من این چیزا ملاک نیست. الانم باید برم که دیرم شده. نگاهش را یک لحظه هم از روی صورتم بر نداشت. هرچی تو بگی. کشور. مکث کوتاهی کرد. واقعا خاطرخواد شدم و خودم باورم نمیشه که مهر یکی اینطوری بیفته به دلم. من و تو با هم خوشبخت میشیم مگه نه؟ حالا وقتش بود که از خجالت سرخ شد. میگم میشه هر روز ببینمت؟ عجیب تر از عشق ندیدم. چه ماهیتی دارد عشق؟ تو را تبدیل میکند به آدمی که خودت هم نمیشناسی. من این روزها خودم را نمیشناسم. گویی که این کشور دیگر کشور سابق نیست. وطن گم کرده. عوض شده. بعد از کمی سکوت گفتم نمیدونم هر وقت ننه جیرانم بگه از چشم آب بیار از اینجا رد میشم. دیگه خود دانی. هر روز آنقدر آب مصرف میکردم که صدای ننه جیران در بیاید. ننه با عصبانیت میگفت دختر وسواس میشی اینقدر خودتو میشوری. دستو یه بار میشورن. فکر زمستونت باش که هوا سرد میشه دستات تاول میزنه. عادت ننداز به جونت. در دلم گفتم
تصدقت بشم الهی ننه. خب منم از اول همینو میخواستم. میخواستم که منو بفرستی سر چشم و تشنگیم رفت بشه. 2 روز است که علی آقا را ندیدم. در این 2 روز حداقل 5 بار به چشمه رفتم و سطل آب را پر کردم و برگشتم. حتی 1 بار هم لب چشمه لباس شستم. البته دفعه آخر که از چشمه برمیگشتم دوست مزاحمم همراهم بود. هرچه گفتم تو زودتر برو، من پایم درد میکند و میخوام آرامتر بیایم، به گوشش نرفت. خودش هم آرام آرام قدم زد و در راه درباره لباسهای دست دومی که یکی از اقوامشان از شهر برایش آورده بود گفت. عجب آدمی است علی آقا. چشم به راه هم گذاشته. چشم به راهی و انتظار. اگر دست من بود و میتوانستم واژه‌ای را برای همیشه حذف کنم، انتظار را حذف میکردم.